چرا مردم فراری هستند؟ چرا مسیحی ها مسلمان نمیشن؟ چرا یهودی ها مسلمان نمیشن؟ مجوسی ها مسلمان نمیشن؟ مشرکین نمیشن؟ منحرفین از اهل بیت شیعه نمیشن؟ خود بچه شیعه ها چرا بعضی هاشون این طرف اون طرفن؟ هدایت نمیشن؟ کیفیت عرض خیلی مهمه. میگفتن بفرما، بشین، ببخشید، بتمن، یه معنا داره، اما اگه جا به جا استعمال بشه میدونید چقدر اثر بد میکنه. گاهی یه دونه شخص از یه کلمه ای که همون معنای که کلمه خوب داره کسی استعمال کنه یه عمر اوقاتش تلخ میشه. طبیعی هم هست، طبیعی بشری. از این چراغ استفاده بیشتر بکنید. بحمدالله واقف هستید، بحمدالله آقایون متوجه، خیلی ها چه بسا از من ملتفت‌تر باشن و هستن، اما سعی کنیم عرضه را بهتر بکنیم اونجوری که خودشون عرضه فرمودن، اونجوری که به دشمناشون عرضه کردن عوض شدن، عرضه می کردن عوض می شدن. محفوظ خیلیاتون یقینا هست. آمد شامی مدینه، حضرت امام مجتبی صلوات الله و سلام علیه را تو راه دید، گفتن امام مجتبی هستن، شروع کرد بعد گفتن به خودشون و به پدرشون. حضرت با ملاطفت باهاش صحبت کردن، با قول حالا 180 درجه پیچید. وقتی که خواست بره و حضرت عرض کرد مضمونش اینه: من وارد مدینه نشدم مگر اینکه مبغوض‌ترین خلق خدا تو نفس من شما و پدرتون بودید و حالا ندارم از مدینه بیرون میرم مگر اینکه محبوب‌ترین خلق خدا تو نظر من شما و پدرتون هستید. با اخلاق باهاش معامله کردن، با فضیلت معامله کردن. اگه 1 متر دور بود این مشتش نزدن 2 متر دور بره، جذبش کردن. اسلوب خدا همینه، اسلوب قرآن کریم همینه، اسلوب انبیا همین بوده، اسلوب خود امام حسین علیه السلام همین بوده. اینو من ندیدم تو تاریخ نوشته باشن، برداشت شخصی خودمه، حالا شایدم باشه من ندیدم. من بعید نمیدونم که جزء سبب یا جزء اکبر یا جزء اصغر، جزء سبب این که حر بن یزید ریاحی روز عاشورا برگشت، با اینکه میدونست برگرده یعنی چی، یعنی ریاستش رفت، یعنی زندگیش رفت، یعنی کشتن میشه. این جزء سببش قاعدتا همین بوده که امام حسین علیه السلام به اینا آب دادن. اینا به عنوان دشمن اومدن